بخشاری از شهر ایستواره در وای جای اول گرفتن جای میوه گیری پایست ایسی بیاد خداش مایده کسته ها ناز آفرین من زدم میتونم رنگی کنم بسیار ناز حسن آفرین یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکنه یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است یوروی دینی همه را سرگردان کرده است بسیاری ها یک دخترک تاجیک دیده نمیتونه آفرین حسن دستری کنده کن باشه احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگه من تاجیکم در تاجیکستان تولد شدم در تاجیکستان تربیت یافتم های امروز شهروندی روسیه هستم چی حقیقت چه گفته است آفرین یک نفر میتواند وای کند لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند سلامت باشی سلامت باشی رئیس جماعت معلومه پیش میکروفون بیا چی کم بودی از در دیهات محترم جناب راست شو بگو چی کم بودی هست چی مونده است دیگر در حقیقت در شر نکن شک نترس از رئیس ولایت شر نترس من قطعی گپ زنم